дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 36. حضرت ایشان از گرمی مزاج زنی خردی سیاه پوستش و از کارهایی که با او در بستر زناشویی می کند به حکایت در آمد. خدایا می گفتم خود به خود به کوچه برآمده بنده های بیشمارت را گردم. آدمان گوناگون را دیده، نقل و حکایت های رنگارنگ را شنیده، تا حالا ندیدم که مرد چنین نکته ها را درباره زن خود در پیش آدمان بیگانه با لذت تمام نقل کرده نشیند. یا خدایا، ذات‌هایی هستند که یگانه تسلای خاطره اشان روی خط زنهای فریفته اشان است. ناموس و شرف بر این چیزها برای آنان سخن پوچ و صدای خالی است. افسوس، افسوس. چی قوه حضرت ایشان را وادار می کند که این چیزها را حکایت کند؟ خواهش شنیدن تعریفی هم کسبه ها یا عاجزی تن که ایشان را بلقیگی فایش تیله می دهد و بجای آن که به عوض قوت جسمانی حسن روحانی بخشد برای آنها و چشمان آنها یک تابیشی غجین آور نقش می کند. به خانه برگشتم. صحبت حاجیان همچنان در اوج بود. ایشانی مشکل کشا اکنون به قسمی رسیبدهی یعنی مصلحت گذشته بود و معجزه های سقنقور را تعریف می کرد. سقنقور یک نوعی کلتکلاس بیابانی بوده است. آن را کشته خوش می کردند، سانی کوفته تلقانش را می خوردند. همچون دارویی که شهوت آدم را می افزوده است و به پیران گویا جوانی دوباره می بخشیده است. شبانه محمود سلطان در روی حولی با خدمتگارانش دوخیجه داشت. از حولی درون آواز گریه پسری خردی ایشان به گوش می رسید. کودکی 5 ساله به دردی ترخامه گرفتار بود. سیگاریت دود کنانیده بر روی حولی برآمدم. از بالاخانه آه و واهی حاجیان پیری درمن شنیده می شد. گاه گاهی از دور و نزدیک هنگاسی خر یا عکاسی سگ به گوش می رسید. ستاره های آسمانی پست و سیب سیاه عربستان فارغ بالانه چشمک می زدند. در عدل میانه گنبد آسمان گله ستاره 70 ستاره طراز و گویا به نوده درخت خرما حمیل شده می ایستاد. حضرت پروردگار ساختمان کائنات را حتما در 6 روز به انجام رسانم گفته شتاب کنان همه موازینت را به جسمهای آسمانی بخشیده است. ترازو را هم به آسمان آویخته مانده است. به مدینه منوره از آن فقط نور خیره سردی می رسید و بس. محمود سلطان به پیشی من آمد. اوف،
رسا شلپر شدم دیه. کنی دکتر جان شما قطعی یک تا تماکو کشیم گفت او. البته 800 حاجی را از جای خواب و خوراک و اتوبوس تامین کردن و به گروه ها تقسیم کرده به زیارتگاه ها بردن کاری آسان نیست، علل خصوص امروز ها که دوره سرجنجال حساب و کتاب رسیده است. امروز پگاهی در این حولی غوغای برپا شده بود که از آن تا چی اندازه آسان نبودن پولکار کنی حضرت ایشان روشن می گردید. یک گروه افغانهایی که در کدام یک حولی دیگر ایشان استقامت داشتند به سرش دادگویان آمدند که چرا آنها را چند روز این جانب در اینجا بیهوده نگاه می دارد. ایشان گفت که اجازه سفر به ادارت الحج وابسته است، نه به من. حاجیان افغان طلب می‌کردند که میزبان بازگشت آنها را به هر نوعی که نباشد باید تیز آند، چون که آنها برای استراحت کرده گشتن پولی اضافی ندارند. ایشان دلیل خود را تکرار می‌کرد. حلقه افغانها در روی حولی در اطراف ایشان تنها تا رفت تنگتر و صدای بحث و مناظره دشنام آمیز تا رفت بلندتر می گردید. اگر حضرت ایشان استاکاری کرده فرق بین خود و ازدحام را در مورد مناسب تاکید نمی کرد، به گمان بود که مصاحبه او با مهمانان بشور آمدهش به خوشی انجامد. وی لحظه فکر کرده ایستاده به قیافه محاصره کنندگانش ذهن ماند و یکی از آنها را که نظر به دیگران پرآشوب‌تر اظهار غضب و اعتراض میکرد انتخاب نبوده به سرش بانگ زد. های خر، چشمانت را اینقدر کلان نکن که کسی نمی ترسد. این عربستان سعودی است. چگونه مردمی با غرور و ناترس بودن افغانها معلوم است، اما کلمه های سیردار کار خود را کردند. حاجیان افغان گویا در پس حضرت ایشان لشکر بیکران یا فرشته های به خدمت آماده جبرائیل و عزرائیل را دیده باشند، دیگر حرف نگفته پراکنده شدند. ایشان محمود در مقابل من ایستاده تماکو میکشید و نیز به آسمان مینگریست. از عهده برایانه تماکو کشیدنش عیان بود که این کار را چون کفشیر صحبت اختیار کرده است. دکتر به من گفتند که حکایت مرا از آن خانه شما هم شنیدید. قصه های عجایبتان را همه گوش میکردند. من هم عیب نمی کنید یه؟ من کیت به هم کشیده چیزی نگفتم. ایشان یک آه کشید. از دین و دیانت فتوح رفته است. چی گفتید؟ شما ایشانمک آدمی جهان دیده و با تجربه اید. این گونه نکته ها به شما عیان ترند. از سخنهای ایشان و خود تنقید کنی دیده بیشتر بوی کنجکاوی می آمد. کردار خدمتگاران جاسوس نمایش به یادم رسید که 3 روز باز هر یک قدمی اعضایان گروه ما را تعقیب می کردند. قاریک محمود سلطان را فریاد کردند. یگانه بادبیزک الکتریکی که در حجره آن کس بود ویران شده است. هوا بغایت دیم بود، مخصوصاً هوای به حرکت حجره ها. خوراک مرغوله‌دار و هشتک‌آمیز حضرت نریمان از حجره مابینی برآمده در فضای حولی پهن می شد. الله نظر قاری را خواب نمی برد مگر که هر دم با آواز بلند الحمدلله الحمدلله گفته می ماند. یا شاید او
حمد پروردگار را در خواب هم ترک نمی کرد. باز وعده به فردا. بله، صبح روز چهارم نیز وکیلانی به ادارت الحج رفته ما با چهره های غمگین برگشتند. کسی نمی دانست که از چی سبب ما را در اینجا نگه می دارند. همسفرانی که اکثری وقت خود را در کوچه و بازار شهر شریف می گذرانیدند می گفتند که به سوی جده مبارک رفتن قطار اتوبوس و تاکسی ها را با چشم خود دیدند. قاریکه همه را به نزد خود خوانده کاهش آمیز گفتند که از تأخیر یافتن سفر غمگین شدن ما عیب است، عیب. هر یک ساعت بروزی که ما در این دیار معتبر زیاده از ریجه می گذرانیم علامتی مهربانی خداوند کریم است. نفس کشیدن از هوای مبارک موضع های مقدس نصیبی فقط همان بنده های پروردگار می شود که کدام یک کار یا خصلتشان به حق تعالی خوش آمده است. تأکید کردم قاریکه. بعد این صحبت تسلی بخش در حجره فکر کردم این نشستم که ما از کدام خصلتی کمینه به آفریدگار 18,000 عالم فاریده باشد. حضرت نریمان در خانه همشفت نطق ایراد کرده تأکید می نمودند که به خانه با سوغاتی و تحفه های نقص برگشتن چگونه اهمیت بزرگ و کاری ثوابی است. در عین زمان ظاهراً سوغاتی هایی برای زنشان خریده را نمایش می دادند. ها جنابان، می گفتند حضرت، دل زن با هدیه و تحفه زنده است. گوش کنید جنابان که شاعر چی گفته است در این باره. خواهی که دلی دلبر تو نرم شود از پرده برون آید و به شرم شود. زاری مکن و زور مزن، زر بده. زر بر سر فولاد نهی نرم شود. نه نگوید جنابان، ها نرم شود. اسرافیل آمده از پهلوی من نشست. پای بردم که چیزی گفتنی است او. قربان، تو هم شهری بودنت را به صاحب خانه نگفته ای؟ عاقبت پرسید او. نه، مگر این شرط بوده است؟ نمیدانم. خیر آخر میگفتی هم هیچ ضرر نداشت کو؟ پاسپورت های همه همان در دست ایشان. خودش نغز میداند که کدامی از کجاییم. اسرافیل بیشبه صحبتی را شنیده است که درباره من سخن می رفته است، لیکن با اندیشه نمی گفت. هی جین زند از غصه خونی دل خورده نشستنم بس بود که ایشانی همشهری در اطراف من کیم چگونه تارهای تنیده گشتند. این مرد که به تو معقول است؟ پرسیدم از اسرافیل. من طرفدار تو، پروا نکن. صمیمانه تبسم کنان گفت نایب الرئیس و
نوازشکارانه به کتفم یک تپی زدمان. یاد داری هنوز در مکه مکرمه بودیم. ایشان به خانه زین کوچک آمده بود. به یادت آمد؟ ها؟ به یادم هست. میدانی مرا به گوشه کشیده چی گفت؟ یگان دارو ده دکتر جان، ریشم سیاه شود. به چند در آمدید؟ گفتم به 70 قدم ماندم، لیکن ینگه هاتان همه جوانن. باز یگان 14 ساله اش را گیرم می گفته گشتم. می دانم قربان، آخر دین قصه هایش را به همه گفت کو شنیدی کو. چی کار کنم؟ همشهری اگر آدم خوب باشد از سرش گردی می ارزد، لیکن از حضرت ایشان در ملاقات یکم دلم مانده بود. من به تو هم فکرم قربان، غم نخور. امروز توتی شدیم اگر؟ خیر عزیزم، من این گپ ها را زار ماند. زندگانی هزل نیست. ما سقیچ امریکایی خواهی در یک دم غم و غصه فراموش می شود. دو کس به سقیچ خواهی سر کردیم. ترجمان خبر آورد که قاریکه به عنوان اعلی حضرت شاه برقیه فرستاده التماس کردند که به تیزانیدن بازگشت ما لطفاً مدد کنند. در واقع ما باید 5 روز آخرین سفر را در ریسپوبلیکای متحده عرب بگذرانیم. اجازت به زیارت 5 روزه در پاسپورت های خارجی همان از فلان تا فلان روزی معین با مهر و شتمپ سفارتخانه ها قید کرده شده است و این مهلت را رعایت کردن شرط است.